با سلام خدمت دوستان گلم. امروز اومدم داستان زندگی فوتبالیست محبوب کشورمون آقای علی دایی رو براتون بگم. امیدوارم خوشتون بیاد. آقای دایی متولد 1 فروردین سال 1348 در محله خیرآباد اردبیل به دنیا آمد. اما خود دایی تاریخ تولد دقیقش رو زمستان 1349 بیان کرده. ولی برای اینکه زودتر به مدرسه بره شناسنامه‌اش رو 1 فروردین صادر کردن. علی دایی 4 برادر دارد و فرزند سوم خانواده است و 1 خواهر داشته که 20 روز پس از تولدش به رحمت خدا رفته. علی آقا در سال 66 در رشته مهندسی کشاورزی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب قبول شد و 2 ترم هم به دانشگاه رفت. ولی باز در سال 1367 دوباره در کنکور شرکت کرده و این بار در رشته مهندسی متالورژی دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شده و لیسانس خودش رو در بهمن سال 71 از همون دانشگاه گرفته. و آقای دایی متأهل شده و 2 فرزند دختر به نامهای دنیز و نورا رو خدا بهش داده و در یک گفتگویی با عادل فردوسی پور اعلام کرده که در سال 83 1 بار ازدواج کرده، اما دنیز دختر بزرگش که ساکن لندنه نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در این اینستاگرام عکس مادرش که گویا گفته مهسا اسمشه پست کرده. این یک خلاصه این از زندگی شخصی آقای دایی بود. حالا میپردازیم به زندگی ورزشیش. آقای دایی در سال 1367 در اولین باشگاه خود یعنی استقلال اردبیل به صورت حرفه‌ای شروع به بازی کرده و معروف ترین باشگاهی که در اون بازی کرده بایرن مونیخ بوده که در سال 77 در اون باشگاه بازی کرده. آقای دایی با 108 گل در 148 بازی بهترین گلزن تاریخ تیم ملی فوتبال ایران و دومین گلزن برتر جهان در رده ملی هست و با ثبت 14 گل رکورد بیشترین گلزنی در تمام ادوار جام ملت‌های آسیا را در اختیار دارد. دایی در باشگاه‌هایی از جمله پرسپولیس، الشباب، السد، سایپا چندین باشگاه دیگه بازی کرده و افتخارات زیادی کسب کرده، مثل نایب قهرمانی اروپا در سال 1998 99 و مدال طلای بازی‌های آسیایی 2002، مقام سوم جام ملت‌های آسیا 2004، مدال طلای بازی‌های آسیایی 2002، جام بین قاره‌ای آسیایی اقیانوسیایی سال 2003، قهرمانی غرب آسیا سال 2004 و چندین مورد دیگر و افتخارات فردی زیادی هم کسب کرده، مثل بازیکن سال آسیا در سال 1999، بهترین بازیکن ایرانی قرن 20 به انتخاب فدراسیون تاریخ و آمار فوتبال، دومین گلزن بازی‌های ملی مردان جهان در تمام ادوار با 109 گل و چندین مورد دیگر. دایی علاوه بر فوتبال فعالیت‌های متعدد تجاری دیگر رو دارد. او در سال 88 با عضویت اتاق بازرگانی تهران درآمد. واردات و تولید لباس و لوازم ورزشی با چندین شعبه، سرمایه گذاری در بخش مسکن، برجسازی در شمال تهران و رستوران و جواهر فروشی نیز دارد. آقای دایی همیشه کنار مردم بوده و به مردم کمک کرده و کارهای خیر زیادی انجام داده. ساختن چندین مدرسه، کمک به مردم زلزله زده کرمانشاه در سال 1396 که مبلغی بالغ بر 6 میلیارد و 600 میلیون و چندین کامیون کمک برای مردم جمع‌آوری کرد و خودش شخصا در سرپل ضخاب حضور یافت که به پاس فعالیت‌های انسان دوستانه‌ای که انجام داد به افتخار وی نام یک گونه گربه ماهی به سینه خراش علی دایی نامگذاری شد. و همچنین در 15 تیر سال 1400 خروجی بزرگراه باکیری تهران با اتوبان کرج تا ورودی اصلی مجموعه ورزشگاه آزادی به نام علی دایی به ثبت رسید. علی دایی در سال 1383 نشان شجاعت رو نیز از رئیس جمهور وقت یعنی سید محمد خاتمی دریافت کرد. او سفیر حسن نیت ایران در سازمان بین المللی یونیسف نیز می باشد. و در آخر هم باید بگم که صفحه رسمی او در اینستاگرام 12 میلیون و 400 هزار نفر می باشد. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره، سابسکرایب کنید و ویدیو رو شیر کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدارتون.